تصور کن که همه چیز را می‌دانی، که همه چیز را درک می‌کنی، اما به یک باره همه آن دانایی‌ها از یاد می‌رود. حافظه‌ات پاک می‌شود و تو دیگر نمی‌دانی که کیستی، چرا هستی و حتی برای چه هدفی به اینجا آمده‌ای. حالا تو در دنیای جدید به سر میبری، جایی که قوانین متفاوت است، جایی که تجربه ها سخت، تاریک و گیج کننده هستند. اما چرا باید به این دنیا بیایی؟ چرا باید فراموش کنی؟ این دقیقاً چیزی است که دلورس کنن کشف کرده است. او از روحایی صحبت می‌کند که داوطلبانه آمدند تا به زمین سفر کنند، دنیایی که همه چیز در آن ناشناخته است. زمین، جایی که روح‌ها فراموش می‌کنند که از کجا آمدند، فراموش می‌کنند که چه هستند و چرا اینجاند. آنها وارد بدنهای انسانی می‌شوند تا در دنیای مادی زندگی کنند، جایی که فراموشی و چالش‌ها بخش جدایی ناپذیر از زندگی‌اند. این دنیا، زمین، مدرسه سه‌بعدی است. اینجا جایی نیست که همه چیز آرام باشد یا همه چیز روشن. اینجا جایی است که روح‌ها باید فراموش کنند تا بتوانند رشد کنند. تصور کن اگر در دنیای نور همه چیز خوب است، چرا باید به این دنیا بیایی؟ چرا باید در میان درد، رنج و بی‌پایانی فراموشی زندگی کنند؟ چون اینجا تنها مکانی است که رشد واقعی رخ می‌دهد. اینجا تنها جایی است که می‌توانند خودشان را پیدا کنند. روح‌ها در دنیای نور به هیچ چالشی برخورد نمی‌کنند، اما برای رشد و تکامل باید در تاریکی بیفتند تا در نهایت روشن شوند. پس روح‌ها وارد بدن انسان می‌شوند، حافظه‌شان پاک می‌شود و آنها از همه چیز خود بیخبر می‌شوند. آنها وارد یک دنیای کاملا جدید می‌شوند که هیچ چیز از آنها نمی‌خواهند جز اینکه خودشان را پیدا کنند. حالا سوال اینجاست: آیا این زندگی تصادفی است؟ آیا این همه اتفاقات، تمامی چالش‌ها و رنج‌هایی که باید پشت سر بگذاریم، همگی بر حسب اتفاق هستند؟ خیر، این زندگی یک مأموریت است. یک مأموریت که قبل از آمدن به این دنیا داوطلبانه انتخاب کرده ایم. ما این چالش‌ها را انتخاب کردیم. ما آمده ایم تا در این تاریکی گم شویم، تا در نهایت خود را پیدا کنیم. و در انتها، وقتی دوره‌مان به پایان میرسد، وقتی این درس‌ها را آموختیم، دیگر نیازی به بازگشت به زمین نیست. در حقیقت این آخرین بار است که در این چرخ زندگی می‌کنیم. روح‌هایی که این مسیر را طی می‌کنند، در پایان از این دنیا فارغ التحصیل می‌شوند و این پایان نیست، بلکه آغاز یک مرحله جدید است. و حالا سوال اینجاست: آیا تو هم یکی از اون روح‌ها هستی؟ آیا تو هم به این دنیا آمده‌ای تا به خانه بازگردی؟ آیا تو هم در جستجوی خودت هستی؟ خوشحال میشم که اگر ویدیو رو دوست داشتید اون رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید.